السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای حاجی میرزا، از من یک سوال، صورت گرفتن همان شخص آیا درست است یا نه؟ یعنی صورتگیری، صورت کشی ضرورت باشد درست است، بی ضرورتش گناه است. چگونه که این برادر نویسنده است، این حدیث پیغمبر است که هر کسی که اگر صورت میگیرد بی عذر، روز قیامت خداوند بر همین صورتگیر امر میکند که در همین صورتی که گرفتی جان درار در این. آیا انسان میتواند که جان درآرد در یک بدن یک شخص دیگر؟ نمیتواند. از این خاطر ضرورت باشد این صورتهایی که ما و شما میگیریم برای شهادت نامه ها، برای پاسپورت ها و برای دیگر یعنی ضرورت زیاد است در صورت گرفتن. اینها باکی ندارند.